آقا از هر چیزی میتونی هم استفاده نابجا کنی هم بجا. از چاقو میتونی استفاده های خیلی خوبی ببری، برای دکور خونت استفاده کنی که از صنایع دستی شهر زنجان لذت ببری، تو آشپزی، تو طبیعت، توی هر کاری، سلاخی، تو هر کاری استفاده کنی، ولی استفاده بجا کنی. یه کمی از تبرهای ما رو نگاه کنید، تبرهای کریتوس، تبرهای خوب خوشگل برای نگاه کنید، برای دکور. از این چاقوامون برای آشپزی استفاده کنید، از اینا تو دکور خونه هاتون استفاده کنید. ببینید یه کارهای بی‌نظیر فوق‌العاده. چاقوی آشپزخونه‌ای که یه دونه داشته باشی از اون میتونی صدها سال، البته عمرتون 100 سال باشه ایشالله، 100 سال زیاد شد، 10 سال ازشون استفاده کنی بدون اینکه کند باشن و خراب بشن. شف‌های آشپزی، آقا از اینا استفاده درست کنید.